فعلا بازار موترهای امی موترهای استیکری است، ژاپنی است، به خاطر که هم قیمتش ارزان است، هم کم مصرف است. زیاتر مردم های موترهای ژاپنی دست پاکستان پلیت استیکری را خوش منفی می‌کنند. 6 پلیت است که نو پلیت شده دیگه هفته است. 95 مدلش است. موترش بسیار ثابت موترک است. تکر چیزی نداره. اسنادش هم چون که پلیت نو است اسنادش هم پاک است. اگر در جمهوریت می بود این موتر 95 است، هفته است، شاید میار در خانه 6000 میداد. حالا مایلش برقی است، مدلش 2011 است. 2012 است که استیکر کابل است. بسیار خوب موترک، آپشنش هم فول آپشن است. دیگه تا 60 کیلومتر که حرکت داره یا تیل نمیخوره. بعد از 60 کیلومتر تیل مصرف تیلش تکر چیزی هیت نداره. دیگه چون که وقتی که حکومت سقوط کرد امارات اسلامی آمد، نرخ‌های موتر ششت. قبل از امارات این موتر قیمتش بود به قیمت 7500 8000 قیمت این موتر بود. حالا فعلا این موتر ما یا کسی اگر موتر $10,000 می خرید، موتر کانادایی 2005 حالا به 5000 5500 از عین شکل دست پاکستان می خرید. کراس روت است، 2007 مدلش است، دبل ایکو است. دیگه بسیار موتر نو است، استیکر کابل است. دیگه از خود ویش آورده شده فهمیدی. دیگه تمام چیزش هم تو به ضمانت است. ویش است که اکثریت مردم ویش میگنش، اکثریت کسا فول فیلدر میگن. سه سیته است، فول آپشن است، بسیار موترک خوبش است. آن میبینین سه سیته از بخانه بسیار خوبش است. کسایی که تعدادشان زیاد است میتونن از این موتر استفاده کنن. 2010 مدلش است، موترک صفر است، کیلومترش بسیار کم گشته. هم گیر است هم اتومات است. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جیار صحت باشه، دارای صحت کامل باشه و برنامه های ما را دنبال کنید. آمدیم امروز امیدی صاحب قبل از اینکه معرفی کنیم ما کجا هستیم و برنامه ما چی است، میخوایم که امیدی صاحب یک سلام خاص بر دوستا داره، بر بیننده های خود داره. السلام علیکم، جور بخیر، صحتتان خوب است؟ جور است، خوش آمدید در کوتل خیرخانه موتر فروشی میر بچه کوت نوبهار. بسیار خوب. امیدی صاحب به خاطر آوردیم چون که امیدی صاحب در باره موتورا میفهمن، چند بار خرید فروش موتر کردن. دیگه گفتیم بریم اینجا امروز امیدی صاحب امروز یک دارد، چون ما میفهمیم ما قدر زیاد سرکار کرد موتورا خرناش. امیدی صاحب خبر داریم چند بار موتور فروختن، چند بار خریدن و اول لازم باز گفتیم امیدی صاحب بیاریم که بریم از کوتل نرخ‌های موتر معلومات بگیریم که موترها چند شده، یک نفر تا چند روپیه داشته باشه یک موتر بخره، بلندترین موتر چند است، پایینترین موتر چند است. امیدی صاحب میریم داخل و گزارش می‌داشته باشیم از داخل موتر فروشی. موترها به چی حد بالا رفته، چقدر قیمتاش بالا رفته، چقدر شب روز مردم موتر میخره یا مفروشه. میریم صحبت‌های باشون می‌داشته باشیم. روز تشکر، زنده باشین، خوش آمدین. میریم داخل دیگه چیزی که میگه ایان است بیان نیست، از دوستا همیشه گپ میزنیم، نرخایش، شرایطایش، چند رقم موتر است که یک کلیس استیکر است، قانونی است، کلش پرسان میکنیم. میریم داخل ما و شما. دوستان عزیز، ما و امیر صاحب میریم داخل موتر فروشی. آخرین نظر ما را همراه باشید. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر، صحتتون خوب است؟ بخیر است؟ شما خوب هستین؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر، صحتتون خوب است؟ شما خوب هستین؟ نامتان؟ جواد فروتن هستم، یک تن از موتر فروشان کوتل خیرخانه. جواد جان، نام شما چی است؟ وایس هستم، وایس دوزه هستم، یک تن از موتر فروشای سر کوتل خیرخانه. بسیار خوب. وایس جان و جواد جان، بسیار خوش شدیم که امروز شما امروز یک گزارش خوب داشته باشیم. تشکر، سلامت باشید برادر، خوشحال شدیم ما همچنان از خودتان. رئیس از این موتر فروشی کجا هستن، کی هستن؟ میخوایم که امروز صحبت‌های داشته باشیم. دفتر هست که میتونین که بریم اونجا برایتون معرفی کنیم.
سلام علیکم. سلام علیکم. رئیس خوب هستید؟ بخیر. سلامتون خوب است؟ بخیر. بخیر سلامت باش. دا سلامت باشین، بخیر باشین. بفرمایید. خوب هستین؟ سلامتون خوب است؟ بخیر باشین. سلام به شما و از طریق شما به تمام بینندگانتان. چقدر وقت می‌گیره موتور فروشی است؟ 10 سال. 10 سال. میشه که اول در نقاط خود معرفی مختصر کنید؟ جاوید فروتن هستم، رئیس موتور فروشی نوبهار میر بچکوت. موتور فروشی چند رقم موتور دارید؟ موتورهای انواع مختلف موتورها داریم، فیلدر داریم، ویش داریم، روم داریم، انواع مختلف موتورهای دست پاکستان، دست افغانستان، از هر نوع موتور داریم. بسیار خوب. باز مشتری که میاد زیادتر خریدار کدام نوع موتور هستند؟ فعلا بازار موتورهای استیکری است، ژاپنی است، به خاطر که هم قیمتش ارزان است، هم کم مصرف است. زیادتر مردم این موتورهای ژاپنی دست پاکستان پلیت استیکری را خوش می‌کنند فعلا. بسیار زیاد هم شاید امشب روز می‌بریم در شهر کابل هم تمام موتور استیکری است. بله به خاطر که هم آپشن‌های خوب بالا دارن، آپشن‌هایشان هم خوب است، مدل‌هایشان هم بالاست و قیمتشان هم مناسب است. این پایین‌ترین موتور استیکری چند است؟ پایین‌ترین قیمت موتور استیکری موتورهای پاسو است، 2500 2400 تا 2000 هم است. حالا تعداد مشتریایی که موتور میخرن 80% مردم چیز از خواستار موتورهای استیکر هستند. از وقتی که موتور استیکری در کابل آمده ورز موتورهای پلیتی چقدر ضربه زده، چقدر نرخ را پایین ساخته؟ موتورها خود در عموما بازار تجارت کلی ضربه دیده است وقت جمهوریت تا فعلا. در ارتباط موتورهای اکیلی و موتورهای دست پاکستان با اون موتورها تفاوت زیاد کرده. یا کسی اگر موتور $10,000 میخرید، موتور کانادایی 2005-6 حالا با 5000 5500 عین شکل دست پاکستان میخره از همون استیکرها. بازی استیکر مثلا تا 3 سال که مردم ما فعلا میخرن، بعد از 3 سال برازی کدام ترافیک کدام وارنتی میته، باز اسناد میته یا باز چه رقم است؟ چیز معلومات داریم در این باره؟ بله معلومات داریم. قبلا در حکومت جمهوریت 1 سال یا تمدید شده بود، برای 1 سال استیکر داده بود، دوباره حال 3 سال برشان داده. او وقت استیکر داده بود، حالا فعلا برشان جوار سیر داده، پلیت چاپ کرده، کارت امنیتی برشان داده. ان شاء شاید تصمیم دولت باشه که بعدا 3 سال دیگه هم تمدید خواهد شد. جاوید جان، از دوران که موتور فروشی ها دولت سقوط کرد، دوران جمهوریت سقوط کرد، امارت اسلامی افغانستان آمد، چقدر خساره‌مند شدین شما در موتور؟ خساره‌مند خود تمام افغانستان طبعا که تحول بیاد، یک کشور تحول بیاد، کم و کم مردم خساره‌مند میشه. هر کس نظر به توان و سرمایه خود خساره خود دید. ما هم یک چیزی دیدیم در حکومت امارت اسلامی در اوایل که نو حکومت آمده بود یک کم مشکلات بود. فعلا فضل خدا هیچ مشکلات نیست، بازار موتور خوب است، مردم میاد موتور میخره. فعلا بازار موتورها نسبتا به اولای حکومت که آمده بود فعلا بازار موتور خوب است. قیمت رئیس میشه بر ما درباره موتورها نشان بدین از نزدیک و نرخش بر ما بگوین که نرخش چند است، کدام موتور چند تا چند موتور است، کدامش مدلش بر ما بگوین، یک کم معلومات بدین بر ما. بله میشه ان شاء الله که جواد جان فروتن برادر ما صاحب موتور فروشی است و وایز جان شریک ماست. وایز جان رو میرم براتون معرفی میکنم. من یک مسئولیت اتحادیه دارم، معاون اتحادیه موتور فروشی کوتل هستم، جلسه دارم، معذرت ما رو بپذیرید. بسیار خوش. ما معاون اتحادیه هستیم، معاون اتحادیه موتور فروشی کوتل هستم. بسیار خوش. ما بریم در کارتون. ما وایز جان امرای جواد جان خان میریم. بخیر باشین، سلامت باشین، زنده باشین. ما امرای وایز جان و جواد جان میریم موتورها رو نرخ میکنیم. جواد جان میشه درباره از این موتور برای معلومات بدین؟ موتور چی است؟ ویش است که اکثریت مردم ویش میگنش، اکثریت کسا فول فیلدر میگن. 3 سیته است، فول آپشن است، بسیار موتور که خوبش است. آن میبینید 3 سیته است، بخانه بسیار خوبش است. کسایی که تعدادشان زیاد است میتونن از این موتور استفاده کنن. 2010 مدلش است، موتور صفر است، کیلومترش بسیار کم گشته، هم گیر است هم اتومات است. خدا بسیار موتور مقبول است. سیستمش هم خیلی سیستم از ایکو است، دبل ایکو است، خیلی سیستم بالا است. سیستم آپشناش فول آپشن میگنش، هم ایکو است، هم دبل ایکو، هم اتومات است، هم گیر. بس وقتی که موتور از ایرا که وارد میکنن، این موتورایی که از وقتی که نو آمده هم گیر میباشه هم اتومات. دیگه هم گیر است، هم اتومات است، هم دبل ایکو است.
که از ایکو یا برق میگیرن گیر میگیرن، مثل که موترهای اتومات که گیر میگیره از ایکو یا گیر میگیرن. دیگه فول آپشن از بسیار خوب موترک هستند. با فامیل بهترین موتر است، 3 سیته است، هر کسی میتونه از فامیل استفاده کنه. مصرف تیلش خیلی کم است، خیلی کم مصرف است. آپشنش هم بالاست، تمام چیزش فعال است. همین چیزی که در موتر یک موتر مدل بالا داره، تمام آپشنش بالاست. مدلش هم معلومه بسیار مقبول موتر است. دوستایی که علاقمند این موتر هستن میتونن که از موتر فروشی ما بیان موتر ما در خدمتش هستیم. ان شاء الله هر دوستایی که میان در خدمتشون هستیم، بسیار با تخفیف هم میتیم براشون. ان شاء الله موترکای بسیار خوب هم براشون میتیم. ان شاء الله که همیشه میان از پیش ما خاطر گرفتن. ما خدا موتر بسیار مقبول است. موترک کش نداره، موتر بسیار نو موتر است. موترک کاملا نو است. دیگه هر کسی بگیره استفاده کنه خیر میبینه. رضا جواد جان این چه سر است موتر؟ این موتر 2005 است، 14 است. بسیار خوب موترک. یا نمیتونید نگیرو من ببینید موترک بسیار ثابت است. فول 14 میگنشه. دیگه 2005 مدلش است، استیکر کابل است. خوب موترک است. یا به استفاده تیلش بسیار کم مصرف است. دیگه یا ماشینش هم نیمه است. ماشینش نیمه است. بله. این 2005 گفتین مدل از 2005 است. آپشنش فول 14 میگن. فول 14 تمام آپشنش نیمه 14 است. این موتر فول 14 ما داشتیم سودا کردیم، این نیمه 14 است. خواجه جان باز قیمت از این موتر چند گفتین است؟ قیمت از این 5800 قیمت مونده میشه. 2005 است، نیمه 14 است. دیگه خیلی مصرف تیلش هم کم مصرف است. موتر کاملا نو است. یا استیکر کابل است، استیکر جدید است. استیکر قبلا استیکر نداشت، مثلا استیکر سابقه نداشته. استیکرایی که 3 ساله را تمدید کردیم، همون 3 ساله برازی گرفتیم. بسیار خوب. از این موتور برقی چه موتور برقی هم دارین شما؟ داریم ما مهربانی. این موتر که داریم برقی است. دوستا موتر برقی موتر است که در افغانستان بسیار کم وقت چرا آمده و بسیار چیز کامیاب، چون که با تیل ضرورت نیست. تا چقدر کیلووات در برق میره؟ موترک است، اکوا میگنش، برقی است، مدلش 2011 است. این برق 2012 است که استیکر کابل است. بسیار خوب موترک، آپشنش هم فول آپشن است. دیگه تا 60 کیلومتر که حرکت داره یا تیل نمیخوره. بعد از 60 کیلومتر تیل مصرف تیلش میاد. اما مصرف تیلش هم خیلی کم مصرف، به دلیل از اینکه این موتر برقی است بسیار نرمال میچله، با اونم خاطر مصرف تیلش هم کم است. تا 60 کیلومتر چی تیل نمیخوره. بسیار خوب. بازی بطری چقدر وقت چارج باید شود بازی؟ بطری ازی 24 ساعت که وقتی که حرکت هم میکنی دم خود که موتر در تیل به مرور زمان خودش چارج گرفته میره. وقتی که دمی حرکت هم میباشه بطری ازی حاجت ازی نیست که خدای ناخواسته رو بطری ازی رو فال کنی یا بطری ازی رو در چارج بونی که خود ازی چارج بگیره. وقتی که موتر در حرکت میشه خود ازی اتومات خودش بطری چارج میگیره. بسیار خوب. موتورهای برقی بعض از هموطنان میگن که بطری بسیار قیمت از این موتورها، بطریش براتون معلوم است چقدر است نرخ بطری ازی؟ نه بطری ازی خو هر کسی که میگن چون معلومات ندارن، بطری ازی $500 است. اینا $500 است مکمل بطریش که چند دانه بطری میشه که پیش وایرینگ کاراست $500 قیمت داره. که بعضی کسا میگن قیمت از نیست، $500 قیمت بطری ازی هستن که دویش $500 میتونی بیاری استفاده کنی، چون که بطری ضعیف شد میتونی از استفاده کنی. ما قسم که ما شنیده بودیم خوب شد که به شما گفتین هموطنان ما میگن بطری از شاید $2000 $3000 بطری از به خاطر یک در مردم از این یه قیمت باشه باز بطریش خراب شه و پس دوباره خریدن مشکل است. و هموطنان ما میرسانیم که باید از بطری ازی قیمت بطری ازی $500 است. هر کسی که $3000 میگه اشتباه میگه، چون که این مردم از دیگر گپی را میزنن. چون ما معلومات داریم، ما موتر وارد میکنیم، میفهمیم بر کل تمامش که موتر $500 بطریش است. هر کسی که استفاده میکنه آزادانه استفاده کنه، چون بطریش هم ارزان است. بازی موتر قیمتش چند است؟ قیمت ازی 5300 است. 5300 است. این بس خوب است یا ارزان است یا استیکر است؟ استیکر کابل است 3 سال است، ارزان است. این موترکا میتونن به خانه استفاده کنن، هم مصرف تیلش کم است، هم خوب آپشن داره. داخل از خیلی آپشن بالا داره که جیگری میگن، سیت جیگری بسیار دایکوا، سیت که جیگری باشه مدلش بالاست. والا فعلا خیلی مردم خوش میکنن به دلیل از اینکه موتر هم مصرف تیلش کم است، هم موتر نو است. با اون دلیل خیلی مردم است که خوش میکنه این موتر را. قبلا آمده بود چون مردم معلومات نداشت در ارتباط از این موترها که موتر به چه قسم است چه قسم نیست، چون در افغانستان نه موتر برقی آمده بود، مشکلات زیاد بود. حالا فعلا فضل خدا را شکر 1000 بار مستریایش و وایرینگکارایش تمامش در افغانستان فریمان است. دیگه هر کس میتونه استفاده کنه، تمام پرزجاتش است. تنها نه بطری ازی بلکه تمامش، بالش، بانتش، چراغش، همه مسائلش هست ان شاء الله. همه فاصلهش فریمان است. همه چیزش مسائلش، تمام وسایلی که هستن تمامش فریمان است. هر چیزش. بسیاری کسات تشویش از این میکردن که این موترها شاید تمام پرزجات ازی پیدا نشه. حالا از قبیل چراغش، بالش، بانتش، تمام وسایلش کل پرزجاتش موجود است، آمده، تمام پرزجاتش وجود داره. تشکر جواد جان از اینکه درباره موتر برقی معلومات داری. بسیاری از هموطنان ما درباره موترهای برقی بسیار مشکلات زیاد داشتن، یکی پردهش پیدا نمیشه، که بطریش قیمت است.
خوب است شما برای هموطنان ما تمام تشریفات دادین، بعد از دلجم بیان موتر برقی خریداری کنن. با خیر و سلامت باشید. تشکر. تمام وطنان ما بیغم دلجم بیان موترها را خریداری کنن. موتر تمام پرزجاتش است، از قبیل بال بانت همه چیزی را که تشویش میکنن از تشویششان رفع شود. تمام پرزجاتش هستند. موتر کم مصرف است، میتونن استفاده کنن. شکر جواد جان. بریم پیشتر بریم موتر دیگه هم سعی کنیم. مهربانی. خیر سلامت باشید. میشه بر ما این موتر رویبری معرفی کنین؟ این موترک از کراس روت است، 2007 مدلش است، دبل ایکو است. دیگه بسیار موتر نو است، استیکر کابل است. دیگه از خود ویش آورده شده فهمیدی. دیگه تمام چیزش هم تو به ضمانت است. هیچ داخلش اگان داخل آپشنه داخلش بر ما بگوین. داخل زرد میگن ایره خب، داخل زرد میگن. بسیاری کسا از داخل خوش میکنه، بعضی کسا از داخل زرد خوش میکنه. و این موتر فول آپشن آمده فهمیدی، داخلش زرد است. بسیار یک موترک مقبول است، دبل ایکو هم است. دیگه ایسیش تمام چیزش کلش فعال است. دیگه 3 سیت هم است. خب یا هم 3 سیت است. یا هم 3 سیت است فهمیدی. فقط کسی که به خانه کار داشته باشه بر فامیلای خانه بسیار خوب است این موتر. حساب فامیلیا و موترک اولا که بخشتان معرفی کردیم، او از این موتر 3 سیت است فهمیدی، بسیار خوب موتر است. کسی که به فامیل کار داشته باشه بالاترین موتر است. دیگه بسیار کم مصرف است. دیگه در 100 کیلومتر تقریبا 7 لیتر 8 لیتر تیل میخوره. یک نفری که به خانه بگیره موتر کم مصرف است، بسیار خوب موترک است. چقدر وقت شد که در کابل شما آوردین یاره؟ بیش یا یک دوره را تیر کرده بودن، استیکر 1 ساله داشت. و این موتر ما آوردیم فهمیدیم، پلیتای نو بخشش گرفتیم، استیکر نو گرفتیم. این در پلیت قبلی نگشته این موتر. دیگه این موترک فهمیدی پلیت نو است، استیکر نو است فهمیدی، یک کنیم 2 ماه میشه که ما میره از میشه آوردیم. این باز نرخش چند است؟ این نرخ از $6000 است و با جرامت است. جرامت داره. جرامت چند مگه دیگه 500 600 تم خدارا. هر دوستی که بیا خریداری کنه فهمیدی، یک 200 300 400 کتش همکاری میکنیم. بسیار خوب است. تشکر و جنازی معلومات تان زنده و سلامت باشین. چه سراچی ژاپنی است، چنج است، جیتورنگ است، مدلش 98 است. موترک بسیار ثابت است. خوب موترک نکده، موتر نو است، ثابت است. هر که دوستی که خریداری میکنه بیا آزادانه بگیرن. بسیار موتر خوب، موتر بسیار اساس، تکر چیزی هیت نداره. دیگه چون که وقتی که حکومت سقوط کرد، امارات اسلامی آمد، نرخ‌های موتر ششت. قبل از امارات این موتر قیمتش بود به قیمت 7500 8000 قیمت این موتر بود. حالا فعلا این موتر ما قیمت کردیم 4500 $4500. این باز پلیت داره؟ این پلیت است -2 است، پلیت کابل است، -2 است، پلیت کابل است. خیلی موتر ثابت است. هر کسی که به خانه میگیره، به کار میگیره میتونه استفاده کنه. بسیار موتر ثابت است. میتونید داخلش هم عکسای کنیم. مهربانی. موتر بازگیر است، کم مصرف است، خوب موترک است، به کار موتر ثابت است. خلاص شام زیباست. دیگه با کاروبار خیلی خوب مترک است. اگر می که چون نرخ‌ها پایین شد، وقتی که دولت سقوط کرد نرخ‌های موتر پایین شد، اگر در جمهوریت می بود نرخ موتر از 7500 7000 قیمتش بود، چون موتر خیلی ثابت است. یعنی در دوران جمهوریت از 50% موتر پایین شده. حالا پایین شده بود. پیش از اینکه نو 1 سال از حکومت تیر شده بود، موتر زیاد پایین شده بود. حالا یکم تم خدا را شکر نرخ موتر بالا شده، نرخ موتر مناسب شده، موتر اگذره نرخ خود پس به جای آورده. پیش از اون نرخ‌های موتر خیلی سقوط کرده بود. ما از چون که موتر بخرن میتونن، کسایی که ناتوان است، بیچاره است، موتر ارزان هم است. چون این موترها خیلی نرخ بالا داشتن، زیاد ضربه دیدن. ما باور کو که این موتر فروشی ما وقتی که دولت سقوط کرد، جمهوریت که سقوط کرد، امارات اسلامی آمد، اعتبار کو که ما موتر خیلی زیاد داشتیم. تقریبا 15 دانه موتر ما خود ما داشتیم دمیجه. 15 دانه موتر ما را اگر حساب کنیم پیسه‌ش پس جمع کنیم 5 تا موتر نرخ نکرد. بسیار ضرر کردیم. خسارت کردن معلوم داره ضرر شده. ضرر کردیم. حالا خدا را شکر پس نرخ‌های موتر هم بالا شد، امنیت هم خوب است، کل چیز ان شاء الله وطندارای ما میتونن با بسیار آرامی با آسانی بیان همیشه موتر خریداری کنن به نرخ مناسب. هم میتونن به خانه استفاده کنن، هم به کاربار. بسیار خوب جواد جان، تشکر از معلوماتتان. شما موتر ارزان بای گفتین، شما هم دارین از موتر ارزان بای؟ هم داریم موتر ارزان بای هم داریم. بعض دوستای ما هستن پیسه ندارن و میخوان موتر ارزان بای بخرن. موتر ارزان بای اینجاست. مهربانی. جواد جان این موتر گفتین نرخش ارزان است؟
اینی موتر که داریم بسیار ارزان است، نرخش هر کسی که به کار میگیره استفاده میکنه بگیره. موتر از ژاپنی از چنج دبی از بسیار ارزان به کار 2200 قیمت کردیم. که هر دوستی که خواهش کرد آمد موتر خریداری کرد باز نرخش میتونیم ارزان کنیم برشون. آخری نرخش میتونیم 2000 پا هر کسی که میتونه به کار استفاده کنه. چون اگر پیش از امارات اگر در جمهوریت هم میخرید میام 3800 3700 قیمتش بود. حالا چون موتر ارزان است، زیر منفی از پلیت کابل از قانونی داره، اینا را 2000 پا میتونیم به دوستا بدیم. این مدل چند است؟ مدل از این 93 است. 93 است. بله. گفته شما که یک چند ماه پیش میاد 3500 4000 93 بود. در جمهوریت میام در 3800 3500 بود. چون امارات آمد تمام نرخ پایین شش. بازی موتر میتونن هر دوستی که به کار بار بگیره بهترین موتر است. فقط در 2000 میتیم برشان خریداری میکنن میتیم برشان. بسیار خوب میشه. هر دوست ما ضرورت داشته باشه $2000 یک گازی هم کنه شبیه بیغم بشه دیگه کار کنه. یک گاز هم بگیره. گازی اکثریت مردم فعلا که موتر را به کار بار میخرن گازی میکنن، چون گاز مصرفشان کم است. میتونن در شهر و بازار و در اطراف هر جای کار کنن بسیار با آسانی میتونن از گاز استفاده کنن. بسیار خوب. اسناد زیبا چه رقم اسنادش پاک است؟ یک سال پاک است. موترک تکر چیزی نداره. هر کسی که به کار میگیره استفاده میکنه بسیار ارزان خوبش میتونن بیان استفاده کنن بگیرن. اسنادشون پاک است. یعنی دیت نواقص نداره از چپا شدن کات بریدگی هم چیز ضمانت که عوارض داشته باشه، موتری که مشکل داشته باشه ما میگیم که این موتر مشکل داره یا تکر داره یا چیزی داره، میتونیم میگیم میشه که این مشکل داره. وقتی که مشکل نداشته باشه بدون مشکل سودا میکنیم. ما ان شاء الله در بسته موتر فروشی ها تمام موتر فروشی ها کل کاربارشون خداوند جور کنه ان شاء الله. ما که هستیم تمام کاربار ما بچه‌ای که هستن همکارای ما که هستن تمامشون پاک هستن. موتر خوب میخرن، موتر خوب معامله میکنن، چون کار یک روز نیست. وقتی که دکاندار شدی باید آدم کار خوب کنه. هم است 2001 مدلش است. موتر تکر نیست، بامکت نیست، بهترین موتر است، کم مصرف است، ماشین دبل است، بسیار ارزان، قیمتش 3800. 3800 بله. موتر فلدر است، 2001 مدلش است، چتکات نیست، اکثریت از یا چتکات میه. موتر مکمل ثابت است، 3800 قیمت کرده. ماشین هم است که پلیت 3 سالش هم گرفته شده. پلیت 3 سالش هم گرفته شده مکمل. اینی موتر که قیمت کردیم 2800. 2800 چتکات نیست، موتر ماشین سنگل است گیر. ما خدا بسیار موتر مقبول 2800 پیسه نیست برای یک یگانه مشکل چیزی نداره. خو اکثریت کسان میتونن که از گیر استفاده کنن، بلاین میگیرن بدگاه بسیار کم مصرف به او خاطر. و دیگه موتر داریم اینی هم سنگاپوری است، 2005 مدلش است، فول آپشن است، اتومات است، 3500. 3500 یا استیکر کابل است. ما تمام امیچی ما بجز از موتر فول فیلدر تمامش استیکر کابل است، قانونی است. اینی موترک است براتون معرفی کرده میره. تمام چیزش فال است، هر کندیشنش دیگه فول آپشن. خوب موتر 3500 نیست، ماشین کاتام نیست، بریدام نیست دیگه. موتر 2005 ماشین دبل تمام چیزش فال است. بسیار مقبول موتر است. عادی امیر میگیریم بخیر. چی گفتی؟ این موتر که میگیریم ما بسیار مقبولم، نرخش مناسب. این از این موتر اگر دوستا گرفتن از این دوستا اگر از این موتر گرفتن به نام روم میگنشه. روم موتر روم است که دروازه از این برقی است که واز میشه از بغل، هم دروازه پیشوری از این واز میشه و هم دروازه پهلوی از این برقی واز میشه دیگه. بازی موترکا هم کت داره هم جور داره. وقتی که از روی میکنن هم موتر کت است هم جور. با موتر جور از یک نرخ است، موتر کتش دیگه نرخ. این موترک است بسیار خوب موترک است دیگه. کت نیست، بریده نیست، موترک ثابت است، استیکر جدید کابل است 3 ساله. موتر استیکر جدید 3 ساله است، مصرف تیلش کم مصرف است، هر کندیشنش فال است، تمام چیزی را که مثلا یک موتر است این همون چیزا را داره و بسیار به خانه خوب موترک است. قیمت از چند است؟ قیمت از 3500. 3500 چون نرخ را که ما 3500 میگیم باز کمتم جور آمد. جور آمد خمیر داشته باشه. نام خدا موترای است که من میگم باید هموطنان ما که ضرورت دارن پال نتن، هر کدام از این قدر مقبول است. در دوران جمهوریت هر کدام از نمی‌ها 7000 8000 6500 کم نمیداد این موترا. دیگه پس در جمهوریت هم که موترا بود قیمت بود. وقتی که امارات آمد نرخ‌های موتر پایین شد. باور کو اگر در جمهوریت این موترا می بود در 5500 6000 روپیه موترا نمیاد. ما چند بار آماده بودیم. نرخ‌ها 6 هموطنان ما میتونن که می موتر استفاده کنن. این موترکات پاسوس چی است میگه که پاسو از 4 سلند است. دمیشه روز بساط کابل زیاد شده این پاسو. این موترکا در کابل مروج شده. پاسو از 4 سلند است یا بدون کد است. بدون کد است 4 سلند یا 3 سلند هم داره 4 سلند هم داره. این 4 سلند است خوبیش است که نه کد است نه بریدگی است، هیچ چیزی نیست و نرخش هم مناسب است و استیکر کابل است. همین پاسو چند قیمتش؟ همین پاسو که استیکر کابل است بدون کد است نمیده 2500 قیمت کردیم. 2500 یعنی کد هم نیست. کد هم نیست، بریدام نیست، 4 سلند هم است، خوب موتر هم است، استیکر جدید کابل است. ارزان فهمیدین این موترک است
هر دوستی که ضرورت داره به موتر باسو دیگه این موترک در خدمتش است، ارزان هم است. گرچه که موتر فهمیدی در بازار 4 سلند باشه، کت نباشه، 3000 3500 است. ما به برادرای کسی که ضرورت داره فهمیدین این موترک بخشش $2500 میدیم هر دوستی که ضرورت داره. پاسخ مقبول است. ما وادی ناق تشویش میکردیم امیری صاحب، ما تشویش میکردیم که موتر قیمت از پیسه جمع کردن نام خدا. این موتر ارزان پاسخ بسیار مقبول. و موتر 3000 گفتن 3500 گفتن. این موتر دنیا شوق ما اومده که بگم تو از اینجا سوار شده برام والا بخیر موترکا بسیار ثابت است که رنگ است که بسیار مقبول است. جواد جان ایشان پاسوس این پاسو از 2006 مدلش است، بدون این چتکات است. این چتکات است، 4 سلند است، چتکات است، استیکر جدید کابل است. موترک خوب است، 80% این موترام است. موتر مناسب است، هر کسی که استفاده میکنه به خانه میگیره. بهترین موترک است، نرخشان مناسب است. ولی چند شرط شکایت است چند نسخه فقط ویش کت است، صرف ویش کت ویش کت که آمده، صرف یک کت آمده. این موترک خیلی ثابت است، 4 سلند است، 3 سلند نیست. این 2200 قیمت کرد. 2200 جرامت هم داره یک چیز میزنه. جرامت هم داره، چرا نه؟ یک کم تم جرامت داره. هر دوستی که خواهش کرد بیا ما امروز همکاری میکنیم. جان از کل از مکه بهتر دیگه امیری صاحب ما را آورد داخل مطرف فروش رو خودش دور دور میگره. تگان مطرف باشی. باش که ما خوش ما بخیر راه خود گم کردم موترای خوب شدیدم. حالا ما هم رقم شده موترا نام خدا دیدم. همین موتر که مثلا مقبول است. بنز است. این موتر پروگرس است. پروگرس 6 سلند است. پروگرس است، بدون کت است، بسیار مقبول موترک است. آپشن داخلش، ایر کندیشنش، همه چیزش فعال است. این از کدام کشور است؟ یا ژاپنی است. ژاپنی است. مثل پاکستان ژاپنی است. پروگرس است، 6 سلند است. خوب موترک ثابت است. دیگه قیمت از از 2500. 2500 استیکر جدید کابل هم است. امیری صاحب یک دونه موتر کمیال نگیریم نمیشه. بله نمیشه، بسیار خوب مقبول موتر کنیم. شیپ داول است که پیسه فعلا. این موتر تا کنیم پیش از نرخ کنیم تو شاید یک 6000 5000 پای کنیم. والا نرخ از پروگرس است به خاطر 6 سلند است. به ما شما معلوم است که مردم ما شما خیلی مسکین بیچاره است. 6 سلند گشتاندنش بسیار مشکل است. بعضی کسا است که توانش داره که 6 سلند بگردانند و کسی که مثلا روزگارشان خوب است میتونن 6 سلند استفاده کنند. با مصرف تیرشون چون که 6 سلند است کم است، چون ماشینش همه چیزش نو است، عوارض نداره که مثلا مصرف تیرشون زیاد باشه. هر اون کسی که استفاده میکنه از این ان شاء الله خیرش میبینه. واسه 2006 مدلش است، بی کمک است، ایام صفر است. خیلی موتر نو سوزوکی از ژاپنی. ژاپنی است، موتر نو است، گشت نداره. 2006 مدلش است. سوزوکی از با باربری مثلا به شفاخانه و بعضی مسائلی که انتقال بدن یکم چیزا میتونن از استفاده کنن. خیلی خوب موترک است. موتر چی از کمک نداره، بی کمکش است. کولرش همه چیزش فعال است. واسه قیمتش چند است؟ قیمت از 3800. 3800. بی پولیش شده؟ این موترک است چون که در کابل گشت کم مصرف است، موترک های کم ارزان بای است. امیر نرخش ماندیم 1500. 1500. باز یا پلیت خدا دارن؟ نه اینا استیکر دارن، استیکر کابل دارن. استیکر کابل است، استیکر 3 ساله است که پلیت هم میتونن بگیرن. جواد جان موترها در افغانستان زیاد امتحان داره مگم بازی از جای موتر هیچ موتر در کابل نمیگیره. باور کنید این موترها خیلی خوب موترک ها است. نرخایشان پایین شده اما خوب موتر هستند. این موترک -6 پلیت است که نو پلیت شده دیگه هفته است. 95 مدلش است. موترش بسیار ثابت موترک است. تکر چیزی نداره. اسنادش هم چون که پلیت نو است اسنادش هم پاک است. اگر در جمهوریت می بود این موتر 95 است، هفته است، شاید میار در خانه 6000 میداد. حالا ما این قیمت کردیم به 4000. 4000. حالا بسیار این موترهای کورلا افغانستان خصوصا در کابل بسیار امتحان خود داده مگم بسیار مردم شوقی از این موتر هستند. از این موترها چون که مردم ما امتحان خود در امتحان خود کامیاب شده این موترها چون کلگی این موترها را استفاده میکنن. اما متاسفانه چون که حکومت خود کرد این موترکا نرخشان پایین شد. اگر نه این موترکا فعلا در نرخ ازیایی که 2000 معامله میشه. حالا می 2002 و 2003 و 2005 ضعیف شبرت میگم در 5 6000 روپیه معامله میشه. اما موتری که حالا 2006 و 2007 است امکان داره که موترایی که خوبش است نو است صفر است و 10000 11000 است. اما موترایی که ضعیف است در نرخ ازمی معامله میشه. اما این موترها بسیار خوب موترای محکم است. موتر خوبش است این موتر. -6 پلیتش است، اسنادش پاک است. در دوران جمهوریت همین موتر گفته جواد جان گفته دید خود ما که دیده بودیم قیمتش در 7000 6500 کس کم نمیداد. حالا به خاطر که این بازارها کم شده موتر نرخش شده در 4000 این موتر سودا میکنن. بسیار یک موتر مقبول است. دوستایی که علاقه‌مند به موترهای کورلا 96 هستند نام خدا بسیار ثابت بسیار خوبش میتونن که اینجا بیان خریداری کنن. جواد جان نام خدا قدر موترها بر ما نشان دادن، قدر موترها بر دوستان نشان دادن.
موتر خودتون کدام است؟ موتر خودت کدام از از خودت است؟ موتر اینجا خاص خودم زیافتر است، چون که به زیر پای یک موتر دارم. این موتر که دست پاکستان است که تقریبا از دوران جمهوریت زیر پای است که موتر اگر میخوایی که به نمایش براتون بدم نزدیک بریم براتونش. دوستان میرن موتر خود جواد جان سر میکنه که شوق خود جواد جان علاقهش رقم است، ذوقش رقم است. موتر خود سر میکنه نام خدا موتر رنگ سفید دست پاکستان است. همین ژاپنی است، مدلش 94 است، دست پاکستان است که در جمهوریت خودم خریده بودم. میره 5200 خریدم که اون وقت دوستای ما علاقمند بودن میخواستن که میره 5700 هم از پیش من بخرن، چون موتر زیر پای است یکم سو میریم ضرورت میباشه سودا نکردیم. باز حالا دیگه نرخایشون پایین شده در 3500 3600 رو پس. خب یعنی اگه خود بفروشین تا 3500 میخرن شما؟ 3500 هر دوستی که علاقمند بود براشون سودا میکنم، چون کسی از در جمهوریت از پیشم 5700 پا میخرید من میره سودا نکردم، چون موتر زیر پای است یکم سو میریم. یک گفته عامیانه ماشینو سیالی و شریکی است، یکم شریکی موتر برای هر کس باید باشه. موترک خیلی ثابت است، 94 است. موتر بسیار مقبول است، بسیار خوب موترک است. دیگه دست پاکستان است، اسنادش پاک است. خوب موتر است، چون کسایی که دست پاکستان استفاده کردن میفهمن که موترای دست پاکستان عوارضش مصرفش خیلی کم است. ما که موترها را در موتر فروشی داریم، دستای پاکستان بسیار کم عوارض است، کم مصرف است، بسیار خوب موتر است. بسیار مردم دست پاکستان خوش میکنن. دست پاکستان چون عوارضش کم است، مصرفش کم است، مشکلاتش کم است، چون که یک بار که از دست پاکستان دلیوری کنه مصرف استفاده کنه، دیگه دست افغانستان فکر نکنم استفاده کنه، چون دست اگرنه گرچه دست افغانستان دست خود ما شما هستک باید استفاده کنیم از دست پاکستان کرده، چون حال رواج شده دیگه مجبور هستیم از این استفاده کنیم. میگه جواد جان او موتر 2000 که روبری معلومه جواد جان چه رقم است؟ این موتر 2000 از آجی سای وایس هست، موترک 2005 مدل. جواد جان موتر از خودت است؟ موترک 2000 از خودم است، دیگه 2004 مدلش است، رنگک سیلوری داره، تکر نداره. یک دو سه ماه پیش خریده بودم میشه، دیگه موتر فروشی فعلا مانده. 2004 مدلش است، اسناد از یک ذره باقی است، فهمیدی به خاطر فهمیدی یکم ارزانتر قیمت کرده میره. این چند نرخ چند است؟ 5000 گفتیم، یکم جرامت داره. مدلش 2005 گفته؟ نه 2004 است. 2004 سیلوری است، اتومات کمپانی است، دیگه تکر مکر نداره. ضرورت داشت بخشش ما در خدمت هستیم. اون مورد خانه 5000 گفتیم، یک چیز جرامت، یک جرامت داره دیگه. چیز جرامت داره. بسیار خوب. دوستایی که میخوان موتر 2004 بخرن، داخلش اس کلاس است، پی سی و سیستم ماشینش تمام چیزش هم برابر است، هیچ کدام مشکل نداره. دیگه کدام تکری هم نداره که این موترها اکثریتش که از تکر میه. دیگه موترک به تکر آمده، موترک ثابت است. بسیار خوب. دوستایی که علاقه‌مند موتر 2004 هستند حتما در موتر فروشی نوبهار میر بچکود بیان و موتر و جان خریداری کنن. داشت موتر فروشی نوبهار میر بچکود ما در خدمتش هستیم. ما از اینجا خریداری میکنیم موتر، از اینجا میفروشیم، سودا میکنیم، دوستا هست میارن موتر، ما از اینجا خریداری میکنیم. یعنی روزهای پنجشنبه و جمعه زیادتر بیروبار میشه. روزهای پنجشنبه چون بازار میباشه، روز جمعه بسته میباشه موتر فروشی، یا یک روز پنجشنبه میباشه که بازار میباشه، ما هم خریداری میکنیم و هم سودا میکنیم. اگر باشه این موتر ببینیم، اگر سودایی باشه که مهربونی اگر آبای کنیم. سلام برادر. خوب است ساعتمند جان جور است. سلام علیکم. سلام خوب است خیرت است. بله. چند قیمت کردین موتر؟ 6500. مدلش چند است؟ مدل 2006. 6500. چیز جرامت داره؟ یک چیز جرامت داره. مهربونی کنید موتر فروشی داخل کنین. ها این موتر رو شما چک میکنین؟ موتر حالا ما چک میکنیم، میبینیم که قیمتش چقدر است، بعد برای شما میگم. جواد جان نار شما که موتر چک میکنین، مثلا قیمت برای شما نار مهم کدام قسمتش چک میکنین؟ ماشین چک میکنین؟ والا از این سر ماشین شروع تا اسنادش تا تکرش تا بریدش تا همه چیز زیر ما چک میکنیم، میبینیم که اگر مناسب برای ما بود، برای ما یک چند رو غریبی کرد میتونیم بخریمش، اگر نه که نبود باز ما رخصتش میکنیم میرن دیگه. دوستان عزیز این موتر که فعلا در موتر فروشی جواد جان شون آمد اینا میخوان که بخرن، با ما باشه میریم چکش میکنیم که آیا موتر صحیح است، اگر صحیح بود جواد جان براتون میگه صحیح است، نرخ براش میمونن که صحیح کنیم که جور میاد یا نمیاد. است کم همکار ما موتر فروشی هم مستری است، باز می دوست ما چک میکنه، میبینه خودم هم امروز همکاری میکنیم، میبینیم موتر سیل میکنیم که تکر نداشته باشه، ماشین شهی برای ما چک میکنه که مناسب ما بود میبینیم. با جان خیلی یالا خیر شروع کنیم موتر برادر ما رو فهمیدی چه مشکل داره دیگه سیلش میکنیم. این موترک دیگه فعلا فهمیدی کدام مشکل نداره، فقط این نمیشه کمک تکر داره، هم تکر خارجیش که میگن این نمیشه است. این موترها که اکثریتش کلش تکر میه،
از جا که وارد میشه از خارج دیگه مدرک تکرکش نمیشه. همین قسمت چه تکرش نمیشه تکرش است فهمیدیم فرمش است بسیار کم است. دیگه سعی میکنیم دیگه جایش هم فهمیدی که چی مشکل نداره بازم سعی کنید. اینجا ماشاءالله این مشکل نداره. اینجا باز چی شرایط هیچ کدام مشکل نداره یک خط شده فهمیدی؟ کدام مشکل نداره. کدام مشکل داشته باشه از این معلوم مشکل بشه داشته باشه فقط این اینجا گلگل میخوره. بریدگی میباشه کف کف میباشه فهمیدی؟ اسپورتاش نیست این اسپورتا رو میبینی این اسپورتاش صحیح در کابل که از جور کردن نمیتونه. غیری که در اون کشورهای خارجی که از کمپانی که می فهمیدی جور کردگی میباشه دیگه که از جور کردش نمیتونه. صح یعنی صحیح است اینجا صحیح است. فقط این ریبلایش هم مکمل صحیح است فهمیدی؟ این ریبلا رو که میبینین این کت شاسی سر میخوره. دروازه در تمام جایش فهمیدی این ریبل داره خب میگیره اینا میبینین بله یوم بله ریبلش هست یوم ریبلش هست یوم صحیح است فهمیدی بله این طرف تول باکسش می فهمیدی تول باکس جایش هم میبینی شیرشای کمپانی است ها این موتور که از کمپانی می شیرش می داشته باشه دیگه شیرشایش هم مکمل از کمپانی است تکر نداره کنش فقط این موتور که ما دیدم ارزیابیش کردیم فقط اون یک بغل نفرم پیش رویش تکر داره یعنی ریبلش هم میبینی که ریبلش هم در جایش است و این ریبلش هم در جایش است خدا مشکل نداره دیگه شونگیش هم صحیح است همین بامکت که بگنوت از کجا معلومه آدم قسمت معلوم میشه بامکت شما معلوم میشه اون کات باشه از اینجا فهمیدی کات می باشه خب این اسپورتور دیدین بعضی از کساس که از اینجا کات میکنه موتور که تکر میکنه یا زیجا دیگه مندازه هزار جای مندازش فهمیدی دیگه این موتور این تذکرهش یگانه رول عمده که داره در موتور این تذکرهش هست این معلومات چیست این تذکره از اینکه از فهمید تمام مشخصات موتور دینامی است ما در گوگل هم سرچ کنی کل چیز موتور هم میکشن بسیار این موتور که ارزیابی کردیم مشکل نداره دیگه این حال که برادر گپ میزنیم که چه قیمت ما آخرش چه قیمت بیا برادر پیش به اینجا بیایم رویم چطور بود موترکش مناسب موتورکش بود برابر است برادر دیگه ماشین چیزایش باز یک خریم طرف یک چند دفعه ما هم غریبی کنیم اینجا میفهمی که ما هم با فروش میگیریم 8,500 در جمهوریت من میره خریده بودم پس کل ما درست است 8,500 روپیه خرید اینو دوران خلاص شد میفهمی کل متضرر شد حال نرخ فعلیت که 6,500 روپیه که آخرین قیمت چند میتی که ما دادیم 100 شکم بده بده درصد ما خریدار هستیم میخریم برین خط نوشته میکنیم خریدار هستیم یعنی این موتورک تا 5000 نه داده 5000 میشه که یک طرحیش کنین دیگه اون مشکلای دیگه یک تکرک هم داره دوجه دیگه بعض مصرفای دیگه هم داره یکم بامپر تا بالایش رنگ ذرت داره داخلی نیست دیگه یک 5000 اگر بشه توکل به خدا که یک طرحیش کنین مقصد ما خریدار هستیم یک 200 شکم بده 300 شکم بده دیگه نامتان چی است شما جان آجان جور بکردم یا که موتور معامله شود بخیر از او کده دیگه کم گنجایش نداره چقدر تفاوتتان است ما 5300 گفتیم ایشان اینا 6000 چند گفتی 6200 بده هم شده شه 5,500 میتین که ما خریدار هستیم اگر نیست چاشت از بیاین امرای ما آخرین قیمتش بیادر اگه خریدار ما هستی به غریبی میخریم میشه که 100 تا 100 روپیه فایده اگه کنیم خریدار هستی بیادر ما آخرین قیمت 6000 اگه نیست دیگه هیچ بیادر 5,500 خریدار هستیم چای بخوره برادر قربانتان بخیر باشین چاش دسته بخیر باشین زنده و سلامت باشین نشد دیگه خریدمتان نه دیگه خب باز ما پیش خود ما ارزیابی کردیم این مصرف داره موتور یک مصرف داره مکمل رنگ کار داره موتور یک رنگ کنیم یک کام مصارف دیگه داره چون که برای ما مسنجش خود کردیم مصارفش سنجش کردیم چون که این موتور برای ما باید 6000 استفاده شود که باز یک آدم برابر شه 6300 6500 سودا کنیم بسیار خوب یعنی یک موتور شما تا 200 300 فایده مفروشین 300 100 چی که برابر شود که خداوند برابر کنم قدر ما مفاد میگیریم بسیار تشکر وایز جان سلامت باشی و جواد جان بسیار تشکر از اینکه بر ما امروز راهنمایی کردین موتورها را قیمتاش گفتین مدلش گفتین برای هموطنای ما ما را آگاه ساختین از نرخ‌های موتور بسیار تشکر سلامت باشین در آخر اگر کلام گفتنی داشته باشین از طریق کامری ما میتونین بر دوستا بگوین سلامت باشید تشکر خداوند کمتان نکنه شما ببخشید که زحمت کشید تا اینجا آمده که ما را به معرفی گرفتی خداوند کمتان نکنه با عزت باشین دیگه ما آماده هستیم خدمت میکنیم به مردم ما هر اون کسی که موتور میخره ما در خدمتش هستیم موتور فروشی نه بار میبچه کد تشکر سلامت باشین و جان شما کلام گفتنی داشته باشین کامری ما در خدمتتان نظرم بخیر سلامت باشین شما زحمتایتان رو ببخشید که تا اینجا به تکلیف خواهش میکنم خواهش میکنم فقط ما یک لقمه نان تیار کردیم اون عمر که ما نوش جان میکنیم با شما هر طرف گرفتی پیشریتون یک نان فقیرانه اگه ما بریم خوب نمیشه بریم برنامه کار نداره نان چاشت از فقیرانه که نانی را که ما تیار کردیم فقیرانه در خدمتتان است نیست میگه چیزی که تیار است از یار است خیرم چاش با میمانه
این بود گزارش ما از موتور فروشی نوبهار میر بچکود کوچه سوم از زیبان که بر شما تقدیم کردیم. تا برنامه آینده شما را به خداوند کریم رحیم سپردیم. روز خوش، اوقات خوش، خدا نگهدار.